پول در واقع درهم بود تو امارات، از امارات رفت ترکیه، بانک زراعت بانک ترکیه، درسته؟ بعد 150,000 یورو برای این ترانسفر پول دادین؟ نه اینو چی به شما گفت؟ حالا نه چی به شما دیگه باید قبل اینکه بیایم اسمش چیه؟ مصاحبه بکنیم. اسمش چیه؟ اینجا برنامه فوتبال برتر، رسانه ملی، توش دروغ هم خوبه. شما که نمیدونم نباید بگیم دیگه، شما که نمیگید. من نمیگم ولی شما من میگم شما چقدر پول دادید برای ترانسفر از امارات به ترکیه؟ خب اینو علی سلیمانی خزانه دار فدراسیون زده، اینم نکته است. خزانه دار چی باید بزنه؟ نه میشه یعنی مدارک اداره شما یه وقت میگن آقا چرا آقا کاری نداره، شما این عکسو ببینید، یه ذره گوش شما این عکسو یه دقیقه ببینید. شما من میگوید چرا چیز نمیدونم هلند مرکز فرهنگی مربی معرفی میکنه. بله. بس باید اداره نمیدونم جنگلبانی بنویسه خزانه دار. شما عکس ببینید، این عکس بانک باید بیان اونم ببینن، اشکال نداره. این عکس زراعت بانک ترکیه است. این آقا که میبینید مسئول اون بانکن. آقای ویلموتس که میبینید اینجا سیم کارت توکسل خریدن، آقای تاج نشستن که از طریق همراه بانکشون چک بکنن ببینن پول به حسابشون اومده نه چه حسابه. نه میخوام بگم اینجا میشه پرسید که چقدر ترانسفر پول از امارات به ترکیه بوده. اینم میگم بفهم. این خزانه داره، من ننوشتم چون منم اطلاعاتم مثل شماست ضعیف بوده، منم اطلاعاتی نداشتم که این دلیل، چون کار خزانه داره دیگه. خزانه دار یه مجموعه بسیار عالیه. این هم چیزیه که امروز من ازش خواستم اتفاقا برداشته نوشته که با صفر تموم شده. اصلا من 0% حالا شما حتما سندی داری که میگوی آقا 25,000 دلار دادن، یا ببخشید 200,000 تا 150,000 و اگر نشد هفته دیگه شما بیا عذرخواهی حتما. نه شما هم اگه 150,000 دلار مشخص شد حتما این کار انجام حتما. من شما میفهمم که با صفر ما ترانسفر کردیم پول از امارات به ترکیه. من ببین این چیزی است که از خزانه دار. نه من شما رو الان دارم، آقای سلیمانی که با هم مصاحبه نمیکنه. من با آقای تاج میگم ترانسفر امارات به ترکیه 2 میلیون یورو صفره. ببینید من راجع به وکیل مثلا صحبت میکنم، میگن که آقا شما برنده میشید چیز ویلموس، میگم من وکیل نیستم، من نمیتونم بگم برنده میشیم، ولی میتونم بگم این قرارداد این ویژگی‌های مثبت رو دارد. اینا از قول چه میگم؟ از قول حقوقی آقای بیگلری رئیس کمیته استیناف میگم که آقای شما از قول آقای سلیمانی فرمودید که هزینه انتقال 2 میلیون یورو از امارات به استانبول به زراعت بانک استانبول صفره. ایشون این چیزی که من نوشته صفر و درست میگه، ایشون غلط نمیگه. شما یه وقت یادم اینجا فرموده بودید که نمیدونم حالا چی بود که اصلا چه قراردادی که سرمربی رو تو قرار داد اینقدر بی‌سوادی هست که میان میگن که چه اخراج کنی چه اخراج بشی، هر دوشو باید فدراسیون فوتبال. خیلی بی‌سوادیه. درسته؟ به نظر شما درسته؟ خیلی بی‌سوادیه. نه بند دوشو من صحبت دارم راجبش، یعنی اگه اخراج بکنی تا آخرشو بدی خب اون دیگه خیلی بی‌سوادیه. میدونید این یه بخش کمتره. نه ببین خیلی بی‌سوادیه، این خیلی بی‌سوادیه. بله اگه طرف خودش بذاره بره شما برای چی باید 3 ماه بدید؟ آفرین. باشگاه‌ها و فدراسیون میتونه فسخ کنه؟ یه طرفه؟ شما میتونید یه طرفه فسخ بکنه؟ میتونه دیگه. خیلی بده اینو شما نمیدونید. چرا نمیتونه؟ هیچ باشگاهی و هیچ فدراسیونی نمیتونه فسخ کنه، میتونه اخراج کنه. پس اینم پولش تا آخر چون شما کلی با اینا من واقعا ناراحت بودم. اون شب من بیام رو خط گفتن نمیشه که بگم بابا برادر یه بار این قرار دادم گفتید آقا این ای کاش صنعت نفت آبادانم یاد فدراسیون میداد چه طوری قرار داد. آره چون بند گذاشته تو قرارداد اسکوچیچ که هر جا بری بعد 120,000 تا بدی. کاش گفتیم بابا ما الان من رو همین کلمه بس دارم. حالا شما بفرمایید. من نمیخوام اصلا با شما چون من طبیعی میدونم، انتظارم ندارم شما همه اینا رو بدونی، منم خیلی چیزا رو نمیدونم. واقعا نمیدونم. من بنده این قرارداد دیگه میدونم. من خیلی از چیزا رو نمیدونم، همه اطلاعات رو ندارم از همه چی. ولی خب چون شما هر شب بخواید 2-3 ساعت آقا نمیگید این دوتا رو؟ بله میگم. هر 2-3 ساعت راجع به فوتبال و قرار داده. فکر کنم تصویر بزرگ شدهش هم دارند. آقای تاج اینجا میگه که if head coach will terminate the contract. اوکی؟ بله. اینا یه بندشو بچه‌ها بذارن که خود آقای تاج هم بخونن. فکر کنم بله. خود آقای تاج هم ببینن. من به بیننده‌مونم بگم اگه فدراسیون در واقع اخراج بکنه آقای ویلموتسو تا 3 ماه بعدشو باید بده که خب این بند اتفاق خوبیه چون فاجعه است این مسخره است. همینیه که گفتید چی اینو وزارت ورزش گذاشته؟ اینا همینیه که شما گفتید. نه این نه اون یکی بنده. ما مشکل ما که من ببیننده‌مون بگم اون یکی بند میگه که آقا اگه خود طرفم بذاره بره باز فدراسیون باید 3 ماه از قراردادشو بده یا نکتهش اینه اور certain fee. آقای تاج الان ویلموتسو
یا یک میزان مشخص، مبلغ مشخص. سرتن فی حقوق و دستمزد آقای استاد که این ما که من و شما که حتما طرفدار ویلموس نیستیم. قطعا نیستیم. یعنی $1 هم نباید اضافه تر بهش بدیم. پس نباید بهش بدیم. همین 2 میلیون یورو که دادیم بسیار زیاده. همین 2 میلیون یورو طبق قراردادش بوده، هیچیش هم زیاد نبوده. بعد آقای تاج این سرتن فی که تو پرانتزه میگن، حالا این شما همین بند 1 رو ببینید، بخونید، شما بخونید اصلا بند 1 رو. شما بفرمایید. بفرمایید شما بفرمایید. آقا این من که الان تو بند ترجمهش دارم اینجا براتون. ما 2 تا نامه زدیم به آقای، چون شما نگرانی خیلی، ما 2 تا نامه با آقای به فیفا زدیم، به ایشون هم زدیم که آقا شما ما فسخ قبول نداریم، شما برگرد. ایشون اومده 2 میلیون یورو از ما گرفته، بعدم اومده رو نیمکت ما نشسته بازی عراق. وقتی که نشسته یعنی این چه قراردادش رو چیکار کرده؟ دوباره ابقا کرده. قبلش نامه رسمی زده که من فسخم. منتها وقتی که پول میگیره برمیگرده رو نیمکت ما میشینه و ما هم گفتیم ما فسخ قبول نداریم. اینو شما این آخرش میشه بخونین. آخرش نوشته سالری تو پرانتز چی؟ من چه گفتم ببین نه این همین پرانتزو، فقط پرانتز میگه مگر مبالغ، نه همین پرانتز، نه انگلیسی شو. شما میخواید من بگم من این نه اور سرتن فی آقای تاج میشه چی؟ میشه یا مبلغ مشخص. شما میگید ما برگشتی گفتیم بی سوادی این فلان. نه اینا نمیگم، شما 3 ماه گفتید بی سواد. نه نکتمون روی این پرانتز است. اور چه اصلا شما نمیدونید. آقا من دارم خدمت شما میگم یه نکته. شما همین پرانتز مگه شکایت نکردن وکلای ویلموتس؟ کی نوشته این اور؟ حالا شما اون رو اصلا نه وکلا. شما بگین حالا کی نوشته ما بدونیم. خود پیشنهاد قرارداد چی مینویسه؟ طرفایی که با هم میشنن مذاکره. خب سمت ما کی بوده؟ خب ایده کی بوده این؟ دست برنده این قرارداده که این به نظر من چیز خیلی خوبیه. چه ایده کی بوده آقای تاج؟ حالا ایده هر چی بوده باشه. وزارت ورزش بوده؟ وزارت ورزش اصلا ایده من بوده. جیر داره 3 ماه. نه میخوام بدونم شما گذاشتین 3 ماهو؟ 3 ماه بده یا پرانتزش مهمه. بند مهمه کامل. چی جیر نداره. آقا خودمون خط میدیم به وکیلمون. خط دادن انگلیسی همه اورو بلدن. نه میدونم این چیزیست که ما شما فهمیدید که فاکتوراشه. یه لحظه گوش میدین. شما فهمیدید فاکتوراشه، مثل سفر، مثل غذا، مثل اسپرسو خوردن. یه لحظه اجازه میدین. یه چیزایی روی این قرارداد داریم که به دلایلی گفتنش برای من خیلی حالا بعداً از شما همچین مصاحبه نخواهیم داشت که اگه وکیل من میموند میبرد. اصلا من که دارم چی میگم آقای میساقی نیست که نه میخوام بهانه‌ای الان فدراسیون نشه. میگه آقا فدراسیون میگه ما وکیل آقای تاج رو عوض کردیم. خب ما همش نیست، یعنی ممکنه ما جریمه ای بدیم بازم علاوه بر آقا اینجا نمیخوام پیش بینی تو چیه؟ نه اینجا آخه آقای برادر شما اگه درک یه ذره درک بود نکته اینه ما که تو دعواییم نمیتونیم الان بیایم هر چی میدونیم اینجا بگیم. خب نه اصلا شما پیش بینیتون فقط بگید ما میبریم اینو یا میبازیم. شما مگه نمیگید این قرارداد خیلی فوق العاده است؟ آره فوق قرارداد خوبه. هنوزم میگید خوبه؟ با اورسرتن فی. بله قرارداد خوب. آقا ما که یه رسانه هستیم داریم رو کلماتش دقت میکنیم. شما که حقوقی دارید دقت نکردید. شما که مگه حقوقدان نداشتید، وکیل نداشتید؟ حقوقدان دیده، حقوقدان نظرش چیزی دیگه است. به شما هم عرض کردم و از منافع ملی الان خب حالا شما بازم میخواید اصلا اینا برای وکیلش بفرستید. نه خودش قطعا داره. اونا که رفتن شکایت کردن رو هم. آقای فغانپور که شما گفتید من دیدم ایشون توضیح فدراسیون فوتبال آنی جواب داد. چرا جواب فدراسیون هم می‌بردی؟ شما میگید که ایشون اصلا مسئولیتی نداره. خیلی بده شما اینجوری داری. چرا جواب فدراسیون نذاشتید؟ بفهمید شما اینجا الان به عنوان شخصی خیلی من که میذاری حاضر رو اگه شما یه ذره اینی که آقا ما نکته اینه که کمیته حقوقی میگه آقا من در جا نبودم. شما اگه عاقل بودید یعنی منصفانه عمل می‌کردید فدراسیون فوتبال به نظر واقعا باید بریم استراحت کنیم بچه‌ها. نه فدراسیون خیلی به شما احترام می‌ذارم آقای. منم به شما احترام می‌ذارم. استراحت کنیم بچه‌ها. بفرمایید آیتم آماده می‌کنم بچه‌ها با هم دیگه ببینیم هر چی سریعتر و بعدش هم برمیگردیم ادامه این داستانا رو با هم دیگه جلو می‌ریم. امیدوارم که شما خسته نشده باشید. آماده می‌کنم بفرمایید. بسیار حرف خوبی آقای پژمان فرزاده که بله یه عده‌ای در هر صورت
اومدن و دارن یه مناسباتی رو طی میکنن به نفع این حرف درسته. 6 ماه و 23 روز ایشون سرمربی ما بودن، درسته؟ حالا من عدد رقمش رو حساب نکردم، بذارید اینا من که تو گوشی شما نیستم که همونجوری تو گوشی به شما میگن این نه بابا من همه رو اینجا دارم. میخواد من گوشی بدم نه شما؟ نه آقا نمیخواد گوشی به من. آشنا هست غریبه نیست. نه میدونم اینا یعنی چه یکی اس ام اس میزنه یکی تو گوشی نیستم، من حرف خودمو دارم میزنم. پس ببینید رفیقاتون این سمت هم مشکل نداره بدم به شما. نه اختیار داره. ما رفیق چه تو این برنامه نه بحثایی که ما کردیم و همین الان داریم خطوطی که میدیم و آقای پژمانفر هم درست گفته که یه عده‌ای دارند خط میدن. آقای پژمانفر اون جمله رو درست نگفته که گفته توی انعقادش هم دلالی بوده و تضییع اگه دلالی کلا 6 هفته مرخصی تو قراردادشه ولی از 6 ماه کلا یه ماه ایران بود. نه اینجوری نیست. نه آخه اشتباه میگم که شما میگید. نه اگه اشتباه میگم اشتباه. آقا ایشون 6 ماه و 23 روز سرمربی ما بوده. برادر ایشون خیلی از بازی‌های لژیونر را رفتید. نه نوشته 6 هفته مرخصی طبق قرارداد. بعد ایشون از 6 ماه و 23 روزی که سرمربی بودن کلا 29 روز کنار تیم. اینا باید بشینیم حساب کنیم. حتما هم این کارو میکنم. حتما حساب میکنیم. نه حتما حساب میکنیم دیگه. ما نمیدونستیم شما اینا به عدد و ثانیه و اینا خیدر. نه من میدونم چی در آورده. این مگه درست نیست؟ اگه مشکلی داره بگید کی در آورده؟ آقای اینا یه روزنامه‌ای در آورده ارسال کرده بود برا من، دیدم اون روزنامه رو. اون باشه وکیل کنار آقای بیساقی ببین برادر اینا این که خب به هر جهت شما من باز خیلی دلم میخواست که به گذشته بر نگردم و این برنامه و اینا، ولی بازم دیدم حالا دوستان صدام زدن گفتن آقا سکوت کنید، گفتیم چشم. نه خواهش میکنم. کدوم دوستان صداشون؟ نه بیرون آخه این چون شما رویه‌ای را اون کسی که این کارا را میکرد اون هم مطلع بود، هم اطلاعات داشت، هم وابستگی نداشت، هم از تو گوشی 200 بار بهش میگفتن گوش نمیداد. ولی شما رو متاسفانه من میگم نمیشه این اعتبارا، برای اینکه مثلا یه نفر میشه من بودم دیگه اینجا میشست با اقتدار کارش انجام میداد، 200 هم تو گوشی بهش میگفتن آقا شما که قبل از شروع برنامه چیزای دیگه میگفت. بله من نه شروع برنامه نمیگم. آقای هاشمی حرفم همینه، میگم آخه چرا باید بحث دیگه میگم چرا آخه چرا و ما در خدمت مشکل چیه؟ آره یه نکته جالبی گفتید. مشکل اینه که چند سالی شما یه در واقع سپر رسانه‌ای خیلی قوی داشتید که هیچ انتقادی از فدراسیون نشه، هیچ نکته‌ای مطرح نشه. آدمای مختلف جاهای مختلف بودن که فدراسیون شخص شما روابط خیلی خوبی با هم داشتید، حمایت می‌کردن و عادت کرد فدراسیون به اون شیوه. به این سپر حمایتی عادت کرد و الان که یه نقدی ازش خیلی کوچیک، اصلا نقد قانونی، نقد حقوقی و نقد منطقی شما میگید نه مطلع نیستید، در جریان نیستید. ما به خود واقعا انصافا میگم ما چندین بار با بچه‌ها این قرارداد خوندیم، به همه کسایی که فکر می‌کردیم مطلع هستن تماس گرفتیم باشون صحبت کردیم که کامل با اطلاعات کامل بیان صحبت بکنیم. ولی شما برمیگردید آخرش عزیز دلم ببین اولا اگه من عذرخواهی می‌کنم ولی اگه شما فکر می‌کنید که منظورم این که سپر رسانه‌ای منظور آقای فردوسی پور نه کلا هم خیلی از دوستان جاهای مختلف از من بیشترین انتقادات کرد، بیشترین حمله را کرد، بیشترین انتقادات. شما چند تا از منتقداتون شکایت کردید فدراسیون فوتبال؟ مشخصه از رسانه‌ای ها نه حساب شما همه دارن میکنن، از همه هم رضایت دادیم، همه دو تا من شکایت تو عمرم کردم اون دو تا هم رضایت دادم. ولی اگه منظورت آقای فردوسی ایشون سپر من بوده تو این مدت اصلا اینجور نبوده. ایشون انتقاد می‌کرد، انتقاداش منصفانه بود، تو گوش نداشت. الان به نظرم مردم کاملا توضیحات شما رو شنیدن، کاملا توضیحات شما رو شنیدن. ببین آقای فردوسی تمام اینا رو میپرسید، خیلی هم محکم از ما میپرسید، خیلی هم انتقاد می‌کرد، ولی احساس می‌کردیم که صادقانه داره میگه آقا این ایراد داره. الان احساس غیر صادقانه داری؟ من نه صادقانه من بفرمایید. میگم حالا این من نکته که بخواید یه بحثی رو اشاره بکنید که شروع بشه تو فضای مجازی بره، اینا به نظرم کهنه و قدیمی شده دیگه، مردم خودشون مشخص شده براشون که این بحث که بیاد یه حرف این مدلی بزنه و به چرخه قدیمی شده. من دیگه الان چه صحبتی باید جواب بدم؟ میکنن ببینن که شما چه پاسخی دارید به قرارداد، من چه قرارداد دادم. حالا شما به حواشی و این اتفاقا به نظرم گوش نمیدن که بخوام توی شلوغی گم بکنید. که شما دارید از واقعا باید به قوانین داخلی هم احترام بذاریم. یکی از اون قوانین بحث بازنشستگی بود که بازنشسته‌ها نمیتونن فعالیت داشته باشن به عنوان رئیس‌های فدراسیون، که تو خیلی از فدراسیون‌ها این بحث مطرح شده رو ازش کنار. چرا شما تو فدراسیون فوتبال انجام نه اینو شما باید برگردید باز به مصاحبه آقای
اینفانتینو و همین برنامه. چه باز شما که ناراحت میشید ما اسم بیاریم که نه خواهش میکنم. ما آقای اینفانتینو با 90 اون زمان یه مصاحبه کردن، گفتن ما اون رو فدراسیون فوتبال 65 سالگی رو در واقع تو بازنشستگی 65 سال. خب شما اون موقع که بحث بازنشستگیتون مطرح شد اینفانتینو رو آوردید دوران شیخ سلمان و همه اومدن 65 سال رو ما تو قراردادمون دادیم. یعنی شما آوردید و حتی مصاحبه هماهنگ کردید که مشخص شه، خودتون هم میدونید غیر اینه. شما حتی مصاحبه رو با اینفانتینو رو هماهنگ کردید که بیاد این جمله رو بگه. نه آقای اینفانتینو چون اومده بود برای ورود بانوان و حالا اتفاق خوبی هم افتاد، ورود بانوان انجام شد، بعدم اومده بود برای کارهای دیگه، برای اگه رئیس فیفا اینقدر چیز باشه که من بهش بگم بیا اینجا برای بازنشستگی، چون من تو خطرم که منو بردارن، چه این خیلی اولا من خودم از ابتدا هم اعلام کردم میگه من معذوریت پزشکی داشته باشم میرم، چه این کارم کردم، ولی بحث بازنشستگی بازم اعلام میکنم 65 ساله در فدراسیون فوتبال. من عرض کردم اون مصاحبه رو شما خودتون هماهنگ کردید آقای تاج که این جمله گفته بشه که 65 سال من میتونم باشم که خیالتون راحت باشه از بابت موندن. 65 سال این بحثی که من میگم این سپر در واقع این اتفاقاتی که میافتاد برای شما چند سال عادت ندارید، اصلا فدراسیون عادت نداره به خاطر اینکه هیچ وقت نقد نمیشد. حتی شما مصاحبه هماهنگ کردید که بیاد بگه اینفانتینو بیاد بگه 65 سال برام بازنشستگی. اصلا یه تهمته و تهمت اصلا. شما هماهنگ نکردید؟ اینفانتینو اومد اینجا، دوستان خواستن خود نابیام دارن باش مصاحبه بکنن. نه همین بحثی که مطرح بشه بحث بازنشستگی که نکردن، 30 تا سوال کردن، یکیش هم بازنشستگی. یه بحث باشه که بگی 65 سال. من سوال نکردم، دوستان ما اومدن اصلا برنامه نور رفتن با ایشون مصاحبه بینی و بین الله، من نظرم نبود اصلا مصاحبه انجام بشه. بسیار عالی. من سوالای مردم بخونم یه سریاشو. من بنا بود چیزای دیگه رو من این سوالا مردمم شک دارم چه مردم سوال نه شما چه اینستاگرام برنامه شما من یه ریفرش بکنم شما بزنید خودتون. من نمیخوام ولی این چه مردم این سوالا رو کرده باشن. من میخواد به این طرفی که کامنت داده زنگ بزنین چجوری شک دارید؟ یه چیز آخه شما بفرم. آقا اگه شک دارید به سوالی که مردم پرسیدن من مثلا میتونم همین الان تمام بکنیم مصاحبه رو. من خیلی هم به نظرم گفتگوی خوبی انجام شد. وقتی شما سوالی که من میخوام بپرسم مردم مطرح کردن تو صفحه مردم سوال شک دارم. ببین مردم اگه باشن چه ولی نه. آقا من میدم به شما، اصلا شما خودتون از اینستاگرام رو بخونید. ولی نعمتمان پاسخگویی برای ما مکلفیم انجام بدیم و بفرمایید. اگه مردم خیلی متشکرم آقای تاج، خیلی ممنونم از شما. محبت صحبت خاصی دیگه عزیز دلید شما خسته نباشید میگم بهتون. بس اینکه من سوالات مردمم نمیخونم چون آقای تاج بهشون شک دارن که سوالای مردم باشه در حالی که تو صفحه ماست، مثل در واقع راجع به پادشاهی که گرفته شده، راجع به یه سری روابطی که توی فوتبال هست، داستانای مختلفی که دارن. من ازشون تشکر میکنم، از آقای مهدی تاج عزیز خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از آقای تاج. متشکرم. شب شما بخیر باشه. اگه باز من سوال میکنم اگه مردم سوال دارن من عرض کردم که صفحه برنامه است و کامنت ها که مردم یه وقت شما نمیخواید بپرسید گرفتی است، ولی اگر خیلی ممنونم ازت. من اگه مردمه آمادم تا صبح اینجا بشینم جواب مردم. قربون شما. خیلی متشکرم. نکته پایانی مردم یا هست. نه مشخص نیست که شک دارید چون معلوم نیست مردم باشن دیگه، شاید بچهای خودمون باشن. متشکرم از شما. اگه مردمان که من رو چشام میذارم جواب میدم و ما مکلفم جواب بدم. اگه مردمان بفرمایید. یعنی الان توی جلسه دیگه ای هستم که به نظرم مرتبط به جلسه فردا هم هست و امیدوارم در اجرای برنامه مذکور اصل بی‌طرفی و همچنین رعایت اخلاق حرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد. یعنی گفتن که آقا الان من خودم یه جاییم، یه جلسه دارم که مرتبط به جلسه فردا و نمیتونم تو برنامه امشب حضور داشته باشم. اون وقتا هم دورای گذشته با توجه حالا آقای محمدی یادمه دورای گذشته ما خیلی همدیگه رو می‌دیدیم تو مجامع، از این جلسات می‌ذاشتن ولی خیلی رو نمی‌کردن، ولی این بارا دیگه جلسه رو می‌ذارن و دیگه حتی رو هم می‌کنن. حالا دوستان اومدن این چوب تعلیق رو بالا نگه داشتن که آقا اگه هر کی صحبت کنه راجع به فوتبال تعلیقش میکنن، نمیدونم فیفا هست AFC هست، ولی بعضیا دلشون میسوخت میومدن میگفتن آقا این مشکلات وجود داره. آقا شما می‌خواستی قرارداد ببندی، این قرارداد بستی، قراردادی بستی که تا الان پدر فوتبال ما رو در آورده، بیچاره‌مون کرده و در ادامه هم این اتفاقو برام داره رقم میزنه. تو چند سال آینده اما تو همون چایی هستیم که شما کندی تو یکی دو سال گذشته و بعد الان با کمال داری شرکت میکنی تو انتخابات برای دوره بعدی.